سلام و درود خدمت همه دوستان خوبم. امیر نجفی هستم با قسمت 19 مجموعه آموزشی ریاکت نیتیو در خدمتتون هستم. دیگه اپ فروشگاهمون تقریبا دیگه کامله، فقط یه سری بخشایی که مربوط به یوزره مونده. مگه نگفتیم که الان ما بخش هوم رو زدیم، سرچ رو زدیم، دسته‌بندی ها رو زدیم، بعد سبد خرید رو کامل کردیم، سبد خرید رو داریم و بخش تنظیمات رو هم دیزاین کردیم، بخش اسپلش اسکرین رو دیزاین کردیم. فقط الان به نظر من باید یه سری بخش چیز رو کار کنیم دیگه. باید شروع کنیم بخشایی که یوزر بیسد هست. مثلا میخوایم برای یک محصول کامنت بذاریم، خب باید حتما لاگین باشه و یک یوزری کامنت رو بذاره. از این ور یک بخشی داریم برای که بخواد اوردر بذاره، اینجا یه بخشی داریم که بخواد مثلا لیست سفارشاتش رو ببینه یا پروفایلش رو کامل کنه. اینها بخشی که از اپ ما مونده و دونه دونه شروع کنیم به تکمیل کردنشون. نکته اول که من بهتون گفتم اینه که ما گفتیم توی اسپلش دوست داریم چیکار کنیم، هر سری یک گت پروفایل بزنیم و مشخصات رو آپدیت کنیم. این دو تا خوبی داره. یکی این که همیشه اطلاعات پروفایل اون بروزه، هم که اینترنت رو چک میکنیم. درسته؟ خب پس توی پروفایل میگیم که اگر یوزر دات توکن بود توی اسپلش بخشید، همون اول یه فانکشن داریم اینجا دیگه هوم نمیره. درست شد؟ پس الان اگه بریم با توی هوم بمونه، مگر اینکه تصمیم گرفته باشه باز گوش نده به حرفمون. خیلی خوب، توی هوم میمونه. عجیبه. و دیباگر رو وقتی اینجوری میشه، دیباگر رو فقط کافیه که ببندیم و دوباره باز کنیم. معمولا این مشکل حل میشه از کش دیباگره. شاید هم چیزی فراتر از اونه، باید دیباگر رو عوض کنیم. اینجوری که دیگه 100% درست. خب اول اینکه لاگ میکنیم ایسینک استوریج رو میگیم که خب ما توکن رو داریم، برای همین ببینم دیباگر ما کجاست. خب توکن رو داریم، برای همین اگه بخوایم اینجا یک درخواست بزنیم، این هم یک کشی باز خودش داره. باز این دیباگر خیلی جالبه که چه درخواست میزنه. پس استور بسکت، استور فون، استور پرووایدر. خب یک چیز میکنیم که آلرت بسنیم کار میکنه یا نه. بهتراش همینه، آلرت تست. خب نه، این داره کار میکنه بنده خدا. خب نو توکن، توکن رو هنوز پیدا نکرده. این عجیب بود، چون ما از تو کانتکست که میایم یوزر رو پیدا کردیم.
لاگ یوزر. یوزر اون یک آبجکته که توش توکن داره. الان همین بر من عجیبه که چرا میریم تو user.token و الان token undefined. من احساس میکنم چی میشه. این اول که میاد هنوز توکن نگرفته. بذارید اینجوری تست کنیم. set timeout. بذارید 200 میلی سکند بهش فرصت بدیم. تا اگر چیزی توی async سریال بخونه. خب مثل که آره درست کار میکنه. خب باید به کجا درخواست بزنیم؟ ما گفتیم مثلا یه اندپوینت داریم یوزرز با یک آیدی، درسته؟ یوزرز رو با یک آیدی داریم. user.id درست شد؟ خیلی خوب. خیلی خوبه. حالا من یوزر آیدی رو از کجا بیاریم؟ معمولا یوزر آیدی وقتی که ما لاگین میکنیم یا ریجستر میکنیم ما اون برمیگردونن، ولی ما اینو ذخیرهش نکردیم. پس فعلا به این کار نداریم. میگیم آقا جان شما برو توی صفحه آفر. خب بریم توی لاگین. اول اینجا خروج بزنیم. خیلی خوب. حالا ورود میزنیم توی لاگین. میخوایم نوع ساختار این رو عوض کنیم. به جای توکن میزنیم یوزر، درست شد، و یوزر آیدی اینجا یه دونه جیسون میزنیم که استرینگیفایش میکنیم. استرینگ جیسون دات استرینگیفای. چرا این کار میکنیم؟ خاطر اینکه همینو میایم اول میذاریم تو یوزر، هم توش توکن داره هم توش آیدی داره، درست شد. همین رو اگه بتونیم توی ریجستر هم پیاده کنیم. خیلی خوب. حالا پس به ما الان یه تغییر دادیم دیگه. الان چک کردن اینجا رو توکن نیست، روی یوزره. یوزر داد توکنه. پس اینو باید چیکار کنیم؟ فقط کافیه که بریم توی پرووایدرمون جایی که توکن رو پیدا میکنه میگیم که یوزر رو پیدا کن. میگیم user found user میگه یوزر هم آیدی توش داره و هم اوکی. پس میگیم یوزر دیس استیت یوزر دیگه توکن نمیخواد بهش بدیم. میگیم یوزر ست کن. حتی این رو به نظر من اینجوری کنیم که تجربه نشونید بعضی وقتا باگ میخوره. خیلی خوب. الان پس چی شد؟ الان وقتی میاد میگه یوزر نات فاونده. الان میگیم لاگین میکنیم میگیم که امیر نجفی @gmail.com 1 خیلی خوب لاگین شدیم. چی برگردون به ما؟
یک یوزر آندرلاین آیدی و یک توکن برگشته به ما. پس ما الان اگه async استوریجمون رو لاگ کنیم، یک یوزر داریم توش یه توکن داره طولانیه و یک یوزر آیدی داریم یوزر دات آیدی. خب تا اینجا کارمون پس اوکی شد. برمیگردیم تو اسپلش. دیگه ما از این بعد آیدی یوزر رو داریم. پس یوزر دات آیدی اگه یوزر دات توکن بود یوزر دات آیدی و اضافه فرق نداره، یوزر دات آیدی هستن. برای ما بگیره ببینیم که چی کار میکنیم. خب یوزر فاوند شد با این شرایط. یک مشکلی داریم. چرا؟ تو پرووایدرمون اگه بریم من احساس میکنم اینجا یوزر که پیدا کرد، درسته؟ یوزر واسه اسم جیسون دات پارس یوزر اینجوری باید بکنیم تا پیدا کنه. خب خیلی خوب. اشکال ببین میگیم یوزر. آها نه خب اینجا اشتباه کرد. و بذاریم مثلا استور یوزر مساویس با فلان. اگه استور یوزر پیدا شد استور آندرلاین یوزر مساویس با جیسون دات پارس استور یوزر. حالا استور یوزر اینجا مساوی با یوزر قرار میگیره. جالب شد هیچی پرینت نشد. خب اشکال نداره. بذارید بریم توی چقدر شلوغ شده اینجا. بریم توی اسپلش و اینجا کافیه که کنسول لاگ بکنیم یوزر. خیلی خوب. پس بهتره بریم توی پرووایدرمون. پرووایدر کنسول لاگ پرووایدر استور یوزر. خب حالا اینجا نگاه کنیم ببینیم که این پرووایدر که پیدا کردی اصلا شکی توش نیست. خیلی هم جیسونه، خیلی هم عالیه. نکته اینه که اینجا بکنیمش 500. من ریکوست زده دیگه. ببین یوزرز 5F3 ای فلان درخواست داریم به یوزر میگه که 401 آناتورایزده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما توکنی رو اینجا پاس ندادیم. پس توی دیتا میریم یک توکن پاس میدیم یوزر دات توکن. خب یکی از مشکلاتی که ریاکت نیتیو داره دقیقا با ست تایم اوته.
توی دیباگ مود این ست تایم آوتش رو واقعا نمیفهمه وقتی بهش میگیم 500 میلی ثانیه. یه چیز دیگه از خودشون برزن میگه. خب ببینید ما الان چی داریم؟ ما الان گرفتیم دیگه ایمیلشو، فرست نیمشو، لست نیمشو و آدرس هاشو. یکی ممکن چند تا آدرس داشته باشه که براش بفرستیم. آدرس هاشو اومدیم چیکار کردیم؟ گرفتیم. پس فقط کافیه که آپدیت کنیم چی رو؟ فرست نیم، لست نیم و ایمیل رو و آدرس هاشو. میگیم let user مساویس با user که نمیخواد دیگه. user user.email user.firstname user.فلان مساویس با. خب این از کجا باید بگیریم؟ رسپانس. ولی دیگه تو رسپانس داره به ما برمیگرده یه آبجکت. response.email response.firstname و response.lastname. چرا این کار کردم؟ چرا کلشون ندادم تو یوزر؟ چون الان تو یوزرم توی چیزایی مثل توکن و آیدی هم دارم، نمیخوام اینا خراب بشه. میخوام همین 4 تا فیلدی که دارم ست بشه بهش. خیلی نمیخوام الان باز توکن جدا کنم اینا رو ست کنم، ارزش هم نداره. ادرسز خیلی خوب. پس میگیم اگر توکن بود این کارو بکن. ولی در نهایت کاری که میکنیم اینه که میفرستیمش توی هوم. else برو هوم و غیر این صورت یه خطا بده alert error. خب پس بیاین دیباگ رو خاموش کنیم که یک سرعت خوب به ما بده. خب پس الان ما آخرین چیزی رو توی یوزرمون باید داشته باشیم. حالا از کجا میفهمیم؟ اولین چیزی که پروفایل کاربری خب براش میسازیم، کار نداره که میریم یک صفحه میسازیم فلان store pages میتونیم یه دونه profile.js براش بسازیم که یه چیز راحت رو بدیم که هر روش کپی کنیم. خیلی خوب اینش که مهم نیست. میارم پروفایل ما پاک کنیم کامپوننت خیلی خام و خوشگل و پروفایل. خب الان تنها کاری که لازم بکنیم اینه که بریم توی app.js و پروفایل رو ایمپورت کنیم مثل اسپلش، هوم یا ستینگ یا هر چیز دیگه. کافی بریم پروفایل رو ایمپورت کنیم، پروفایل، و اینجا توی چه استکی اینو ایمپورت کنیم؟
توی استکی که استک ستینگ انگار ستینگ استک اینجا یک اسکرین داریم به نام پروفایل و پروفایل. هدر هم نشون نداره، هدر کاستوم داره. خب اگه دوباره بیایم تو میتونیم از توی setting.js و پروفایل کاربری آمپرسند پروفایل اگر یوزر توکن نبود که بعد وارد میشید else props.navigation.push to profile. خیلی خوب، پس اگه اومد اینجا و کاربر بود میره توی پروفایل کاربری خودش. تو پروفایل کاربری خودش دستمون بازه، یعنی چیکار میکنیم الان؟ یک دونه ایمپورت میکنیم from components.terms.input. یه اینپوت داریم که from یه کامپوننت اینپوت داشتیم. یعنی الان اگه من بیام اینجا بگم که برو توی component.term.input اینو برای من میاره. خیلی خوب. خب نکته چیه؟ یک سری اینپوت داریم پس ما. خب اولین اینپوتمون مثلا پلیس هولدرش هست. سلام اومد، بله که اومد، خیلی هم عالی. مثلا میشه نام خانوادگی، ایمیل و آدرس. خیلی هم عالی. کافیه که اینجا بیایم توی بیستم ببینیم کار انجام دادیم یا نه. لودینگ داریم و فلان داریم و بیسار داریم، ولی اصولا اینه که خودش باید یک پدینگی رو مثلا روش ست بکنیم. مثلا مخصوصا اینجا مثلا میگیم اگه props.pad مثلا بود، یک پدینگ کلی اینجا در نظر میگیریم. ای بابا بخشید، این پدینگ کلی در نظر میگیریم. میگیم اگه props.pad بود مثلا 10 پیکسل یا 15 پیکسل پدینگ در نظر بگیر برای این صفحه. اگر نبود صفر. هم اینجا اینو در نظر میگیریم. خب اگه تو پروفایل ببینیم پد بهش بدیم، خب یه پدینگ 15 پیکسلی چیز معقولیه که تو صفحه داشته باشه. خب حالا چی؟ حالا میگیم ولیو ها رو ست میکنیم. میگیم آجان ولیو مساویس با مثلا user.first name. value مساویس با user last name. بسیار هم عالی. یه یوز افکت به نظر من بنویسیم اینجا. alert کنیم user.id رو. خب پس داریمش user.first name رو undefined. یه بار دیگه پس از اول بیایم تو ببینیم این ست میشه یا نه. undefined. برمیگردیم تو اسپلش، میگیم که خب یک یوزر داریم، اینا رو بهش نسبت میدیم. هندل چنجی رو اینجا استفاده
نکردیم. خب اشتباه کارمون همینه. هندل چنج و میزنیم هندل چنج یوزر رو انجام بده، بگینه خب ست استیت انجام نمیشه صرفا. مرسی. روی ما رو زمین زد. خب اشکال نداره. user dot email کنسول آلرت کن response dot email. آلرت نکرد. عجیبه. 1 ثانیه واسطه بعد با یوزر. این دوست عزیزمون اصلا براش مهم نیست. مشکلی که داریم مشکل جالبیه و حل کردنش روش خاصی میطلبه. تو پرووایدر ما گفتیم همون اول میاد این کارو میکنه، ولی تا میخواد این دید ماونت انجام بشه به صورت ایسینک اینو بگیره، کار از کار گذاشته. ما تو اسپلشیم. بذار اینجوری کنیم مثلا get user data مساویس با async return new promise. بذار بریم پرامیس جاوا اسکریپت رو کنیم. جاوا اسکریپت پرامیس. میتونیم یه دونه پرامیس درست کنیم. خوبه اینا رو هم اگه تو کار یاد بگیریم، کار کردن باهاش واقعا لذت بخشه. اگه صفحه باز بشه و ما یک سمپل کد خوب بتونیم ازش بگیریم، البته همین کافیه. میگیم که یه فانکشنی داریم که ریترن میکنه یک پرامیسی رو. درست شد. ریسالو رو ریجکت. خب حالا اینجا میگیم چیکار میکنیم؟ اینجا دقیقا میگیم که async هم هست. چیکار میکنیم؟ میگیم که await یوزر رو بگیر. اگه یوزر بود ریسالو میکنی یوزر رو، در غیر این صورت ریجکت میکنی not found. درست شد؟ حالا این خیلی جالبه. ریسالو میکنی که جیسون دات پارسه تازه یوزر رو ریسالو میکنی. حالا همینجا که خیلی جالبه، ما به جای این کارا میتونیم بگیم که یوزر مساویس با
await get user data دیست داره اینجا دیست get user data بعد به هر دلیل اگر ریجکت شد کار نداریم if user بود تقریبا همون کار میکنه یکم بخشش کمتره ولی جای دیگه میخوایم از این احتمالا استفاده کنیم خب ببینید خوبی پرامیس میگه چرا از پرامیس استفاده کردی پرامیس دقیقا این حرکت اویت رو براتون اجرا میکنه یعنی وقتی کدتون طول میکشه کد رو نگه میداره و چیز میکنه حالا اون ایسینک استوریج هم همین کارو میکرد ولی ما چون تو کامپوننت دید ماونتمون داریم اصلا به اینجا نمیرسه که بخواد کد رو نگه داره به همین من داشتم فکر کردم که اصلا این اینجا نباشه درست شد و بیا تو همون اسپلشی که داریم درست شد اینجا بدون هیچ تایم اوتی بدون هیچ چیزی بیایم کد رو نگه داریم جالب بود fetch data خب اینجا همین رو میگیم که رفت جلو میگیم که let user مساویس با get user data کن خب از کجا؟ از توی پرووایدر چی داره؟ get user data توی ایناش هست ولی توی استیتش نیست میگیم که get user data get user data میکنیم list.get user data بعد میگیم برمیگردیم توی اسپلش میگیم که یوزر مساویس با await async alert حالا اینجا فقط باید بگیم اگه یوزر بود این کارو بکن اگر نه این کارو بکن alert no user found اینجا میزنیم user found به علاوه user.id ببینیم چی کار میکنه بله user found شد ایمیلش هم برام اوورد پس این مشکل کاملا مرتفع شد پس اگر به هر دلیل یوزر تو دیتابیس ما باشه این وای میسته یوزر رو میگیره و بعد ادامه کد رو میده تو اسپلش و کارش رو انجام میده یعنی الان ما اگه بریم توی پروفایل اشکال نداره خب ببین ما یوزر رو پیدا کردیم یعنی توش توکن داره آیدی هم داره بعد یوزر ایمیل و فرست نیم و لست نیم و آدرس میدیم هندل چنج میکنیم یوزر بعدش هم ریپلیس میکنیم صفحه رو توی هوم خیلی خوب اما ببینید امیر امانی اومده کامل یعنی مشکلی دیگه نداریم میریم توی پروفایلمون این آلرت هم دیگه خیلی نمیخوایم اینجا کافیه که بزنیم
value مساوی است با user دات ایمیل. ایمیلمون هم میاد. بعد دیگه چی رو میخوایم؟ آدرس. این آدرس ما مثلا یک آرایه بود احتمالا. مثلا خب ما میتونیم چیزی که از این به نتیجه آدم میتونه بگیره اینه که احتمالا چند تا آدرس داره. چند تا آدرس میتونیم داشته باشیم. پس خب ببینیم آخر بذار این تیکه رو انجام بدیم بعد ببینیم که چیکار میشه. یه دکمه داریم که بلاک هم هست و بک‌گراند کالر که استایل باید بهش بدیم. بک‌گراند کالرش کالرز دات پرایمری هستش با مارژین تاپ حداقل 20. اینجا یه تکستی داریم که هم استایلش از اپ استایل فونت بیس و کالر وایت و تکست و تکستی که میگه که ثبت تغییرات. درست شد؟ خب حالا ما میخوایم آپدیت کنیم، اسممون رو عوض کنیم. کار نداری، یه آن پرس برای این میذاریم و میگیم که handle update profile. درست شد؟ و handle update profile رو صدا میزنیم حالا تست. آره خب خب داره کار میکنه. خب let my user و set user use state کنیم. چرا؟ خاطر اینکه دیفالتش هم میگیم یوزر باشه. خب نکته چیه؟ ببینید من میخوام اینجا استیت داشته باشم که اینا رو تغییر بدم، بعد استیت رو مساوی این قرار بدم و پوش کنم بالا. حالا میگیم دیفالت این مساوی اینه. خب یعنی که ما یوزر همون یوزره که من ولیو رو میذارم ما یوزر و ما یوزر. درست شد؟ پس اوکی. حالا اینا بالاخره چنجی دارن دیگه. آن چنج handle change name. بعد handle change name text my user dot first name مساوی با text. بعدش هم set user میکنیم my user. همین اتفاق باید برای last name و ایمیل هم بیفته.
handle change last name و handle change email. خب الان اگه بریم اینجا میگه handle change name رو من پیدا نمی کنم، حقم داره چون ما اینا نباید قاطی کنیم. تو component function شما میتونید هیچی نزنید به متده و اونور با دیس بهش اشاره میکنید، ولی توی هوکس ها و فانکشن کامپوننت ها حتما باید برای هر چیزتون یک چیز بذارید، کانست بذارید. reference error can find handle update profile. handle update profile بله همون تست هم نمیدونم چجور کار کرد دفعه اول، خیلی برام عجیب بود. خیلی خوب، یعنی ما امیر 2 الان کار نمیکنه. چرا؟ این یه آبجکت بعد میگیم که بیا مای یوزر رو فرست نیمش رو عوض کن. کنسول لاگ مای یوزر ببینیم چه اتفاقی براش میفته. مرسی از کنسول لاگ زیباتون. خب این کار دیگه بکنم. فاسلیس با خب بزنیم last name ایمیل، بعد اینجا کریتر باید داشته باشیم. هم یه رفرنس ازش بسازیم از هر کدوم. const first name مثلا اسم کریتر. خب فایل کاربری فیست نیم، آره این اشتباه نوشتیم فرست نیم. خیلی خوب اینو که زد از بریم اینجوری میتونیم یه آلرت بذاریم، مثلا یه کنسول لاگ بذاریم. کنسول لاگ هر وقت اینو زد بگو که فرست نیم داد ولیو چی. اگه اینطوری هم بتونیم الان کار کنیم نه خوبه، نمیخواد یه ست استیت علکی بکنید. میگه که فانکشن ولیو نداره. خود ولیو چی؟ خود ولیو هم نداره. کجاییم؟ تارگت داد ولیو معمولا یکی از ایناست اگه داشته باشه، چون
خب اصلا تارگت نداره، ول نداره، ول بعید میدونم. بزنیم باز. خب خیالتون راحت باشه، نداریم، نه همچین چیزی رو نداریم. باید با همین روش هندل چنجمون بریم جلو. خب بذارید ببینیم که چی کار میشه کرد. فرست ست یوزر میشه، ست یوزرمون اینه. حالا چرا تغییر نمیکنه؟ با اینکه اینجوری چی؟ let user مساویس با user مساویس با my user user dot first name user. جالبه و عجیب. خب یه کار دیگه میکنم. let دیگه const first name مساویس با use state. این دیگه مرکب آخره. use state میشه با default user dot first name last name و ایمیل و ایمیل. اوکی. بعد میریم چیکار میکنیم؟ خب اینجا اشتباهی داریم، عجله که میکنید اشتباه هم دارید. set name و set family set email. اینجا دیگه میشه set name text set family set email. اینجا هم کلا همون تکست رو بهش پاس میدیم. بعد اینجا تو value دیگه همون فکر میکنم first name last name و ایمیل اینجا بدیم value بهتر. من ببندم که یکم بزرگ بشه. خب خب بله درست شد. مثل اینکه اون حالت جیسونی رو تو این بوکس ها خوب هندل نکردن. ستستیت قبلا مشکلات رو نداشت. خیلی خوب، مهم نیست، مهم که الان داره کار میکنه. بعد حالا خب آپدیت پروفایل چیه؟ باید نگاه کنیم به داکیومنت هایی که
از سمت بک‌اند برامون فرستادن. ببینید که اگه بخوایم بروز رسانی کنیم باید پست بزنیم به API version users ID. خیلی خوب، تو بادی هم خیلی هم عالی. users ID. پس ما میایم اینجا میخوایم دیگه سابمیت کنیم. میگیم که new xhr مساویست با props users slash user.id. بله. خب به اینجا باید چیکار کنیم؟ یه دیتا رو بفرستیم و بعدش چیکار میکنیم؟ باید پوت کنیم. فکر میکنم استانداردش پوت دیگه. بله آپدیت باید پوت کنیم، ولی ما پوت نداریم. پس یه سر میزنیم به xhr، سریع متد پست رو تبدیل میکنیم به پوت، چون خیلی با هم فرقی ندارن. حداقل الان کار ما خیلی فرقی با هم نمیکنن پست و پوت. ولی استانداردش اینه برای آپدیت کردن یک پوت، رسپانس و ارور. خب آلرت میزنیم که ساکسس. خب دیتا چیه؟ let دیتا مساویست با first name مساویست با first name و اینجوری نمیخواد بکنیم. اگه بزنیم first name last name و ایمیل ریترن کنیم و اینجا کنسول لاگ دیتا رو بگیریم، فکر میکنم کار کنیم. بخشی من خیلی سریع تایپ کردم. آره کار کرد. پس دیتامون چیه؟ ایمیل فرست نیم. البته ایمیل رو ما نمیتونیم عوض کنیم چون یوزر نیممونه. درست شد؟ پس ایمیل رو بیم رید اونلی کنیم. مثلا چجوری این کارو بکنیم؟ حتما داره یک read only. نداره؟ مگه میشه؟ حالا من یک تکست اینپوت اگه بذارم چیه همون؟ حالا ما ولی رو ایمیل میذاریم ولی هندل چنج براش نمیذاریم. میشه همون رید اونلی شدن فکر کنم. چیزی بهش دیگه اضافه نمیتونه بکنه یوزر. خیلی خوب. پس ثبت تغییرات دیتا رو اوورد. دیتا دیگه توش ایمیل نباید داشته باشه، فقط فرست نیم و لاست نیم میتونیم تغییر بدیم. بعد اینجا فقط کافیه که بگیم که دیتا مساویس با این دیتا و response success alert danger. خب پس من اسم میکنم امیر. اینو میکنم اسم قشنگ فی. ولی put is not a function. خیلی خوب اینجا گیر داد. مرسی. ما اینجا پوت نذاشتیم چون
اینجور میگه که 401 داده. خب ببینید ما اگه بخوایم هر سری توکن رو توی این دیتا قرار بدیم، الان میدونیم ما چه کنیم. الان باید اینجوری هم بکنیم، توکن مساوی با user دات توکن. حالا اینو بفرستیم ساکسس میشه. خب ولی خب اینو که نمیتونیم هر سری بفرستیم که. میایم چیکار کنیم؟ میتونیم XHR به نظر من، و اینجا وقتی دیگه همه چی رو نسبت دادیم توی کانستراکتور، به چیکار کنه؟ اینا رو که نسبت میدی بیاد یک کوچیکی بزنه. import async from import async storage from چیه؟ من بخش پایتون دارم می‌نویسم براتون. خب این async storage رو بگیریم، اینجا کاری بکنیم. اینجا بگیم که یه دونه متد داریم به نام مثلا preconfiguration. درست شد؟ که چی کار میکنه؟ این async متد داریم preconfiguration که چی کار میکنه؟ async هم اینجاست. این میاد میگه که user مساویس با await async storage get item user. اگه user بود user مساویس با json.parse user، و در نهایت میگه که this.data.token، یعنی میگیم تو دیتا بیا توکن اینجکت کن از نوع user.token. یعنی من دیگه لازم نیست همه جا برم این توکن رو بزنم. اگر یوزری داشته باشیم و توکنی داشته باشه، کار باید انجام بده خودش. حالا ما برم رفرش میکنیم دوستان که این کلاس هم رفرش شده باشه. آها خب ما اصلا این صداش نزدیم بدبخت. اونم صدا زدیم اومد نشد، اشکال نداره. کن alert کن، اینجام اویتش کن. اویت دلتا داستان داره، خیلی مهم نیست که اویت بشه، ولی فکر کنم این نمیرسه به این داستانی که اینو بگیره. کانتکست هم نمیتونیم بذاریم چون که این اصلا یک کلاس جداست، ریاکت کار نداره. خب چیکار نداره، alert کن user.token رو. خب حالا این نکته این خوب بود، حالا بدبخت اینو برام آورد، یعنی داره کار میکنه. پس چی شد؟ دیتا. خب اینو که داریم، دیتا رو بهش دادیم، توکن رو مساوی با user.token بذار. پس کنسول لاگ کن دیتا رو. این شاید بهتر باشه برای 401 داده. ما چی دادیم اینجا؟ ما تو دیتامون تقریبا همه چی رو دادیم.
چی داریم؟ خب خوبه، اینجا یه چیز باحال داریم. بذاریم مشکل از کدوم سمته. حالا اگه 401 خوردیم، نه اینجا توکنی توش نیست، یعنی اون پوت رو انجام میده بعد این انجام میشه. اگه اینجا اویت بذاریم چه اتفاقی میفته؟ کانستراکتور نمیتونه async باشه، ولی میتونیم کاری بکنیم. توی متدامون مثلا همین آقای پوت رو async کنیم، بعد بریم اینجا یه اویت انجام میدیم، واسه این کارش تموم شه. بعد توکن توش هست. خب این خوبه. این نکتهش اینه که الان داریم به این یوزر میزنیم، توکن هم توش هست. پس اگه اینو اویت اول هر کدوم بذاریم، یعنی میتونیم یه سری کانفیگوریشن ها رو قبل از اینکه این انجام بشه انجام بدیم. خیلی راحت، خیلی هم عالی. خب حالا ما اگه بیایم الان مشکلی که ما داریم، حتی ببین به هوم توکن اضافه کرده، هوم با اینکه توکن نمیخواست ولی این خودش توکن رو اضافه کرده. یعنی که الان تو هر متدمون اگر توکنی باشه، اگر یوزری باشه و توکن داشته باشه اضافه میشه. فقط مشکل من اینه که این چرا تایم اوت میخوره. ما الان توکن رو پاس دادیم، یوزر رو پاس دادیم و همین برام عجیبه. پروفایل کاربری البته اینا هم سیف شده، دیدید دفعه من رفتم از اپ اومدم بیرون سیف شده. همین نجفی یک ساکسس. ببینید پس همون شد. این 1200 برگردون، توکن هم بهش پاس دادیم و اطلاعات کاربر با موفقیت بروز شد. یعنی من اگه باز برم بیرون بیام تو بخش پروفایل کاربریمون تمومه. خب خیلی هم عالی. خیلی خوب، پس دیگه توکن هم نمیخواد جای ارسال کنیم دیگه. این کلاس XHR مون کلا توکن رو برای ما هندل میکنه. خب ممنونم که همراه ما بودید. این جلسه اسپلش رو کامل کردیم، تموم کردیم و عرضم به خدمتتون که صفحه پروفایل کاربری رو ساختیم براش که میتونه اطلاعاتش رو ببینه، حالا هرچی هست و بعد اضافه و کم کنه. کار بعدی این که سبد خرید رو بگیریم و کامل کنیم، براش ارسال کنیم. سبد خرید هستش که خیلی مهمه، بعدش دریافت لیست سفارشاش و در آخر هم بریم سیستم کامنت. البته میتونیم همین الان هم بریم مثلا جلسه بعدی کامنت ها رو بگیم آخر بریم سبد خرید، ولی فرقی نمیکنه. حتما تمرین کنید تو خونه و امیدوارم موفق باشید. تا جلسه بعدی شما به خود بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.